هنگامی که کسی زیادی تنبلی کنه، کج و موج بشینه، به اون میگن مگه تنبل خونه شاه عباسه؟ شاه عباس کبیر یه روز گفت خدا رو شکر همه اصناف توی مملکت ایران به نون و نوایی رسیدن و هیچ کس نیست که بدون درآمد باشه. سپس رو کرد به مشاورانش و گفت همینطوره؟ همه سخنای شاه رو تایید کردن. از نمایندگان اصناف پرسید، اونا هم به حرف شاه عباس صحه گذاشتن و از تلاش‌های بی‌نظیر شاه تو آبادانی کشور قدردانی کردن. اما وزیر عرض کرد قربانت برم، فقط تنبل‌ها هستند که سرشون بی کلاه مونده. شاه بلافاصله دستور داد تا تنبل خونه‌ای تو اصفهان تأسیس کنند و به امور تنبل‌ها بپردازند. بودجه‌ای هم برای این کار اختصاص دادند. کلنگ تنبل خونه به زمین زده شد و تنبل خونه مجلل و باشکوهی تأسیس شد. تنبل‌ها از سراسر کشور تو اونجا قرار گرفتند و زندگیشون از بودجه دولتی تامین میشد. تعرفه بودجه تنبل خونه روز به روز بیشتر میشد. شاه عباس گفت این همه پول برای تنبل خونه؟ عرض کردم بله، تعداد تنبل‌ها هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه. شاه به صورت سرزده و با لباس مبدل از تنبل خونه بازدید میکنه. دید تنبل‌ها از در و دیوار تنبل خونه دارن بالا میرن و جای سوزن انداختن هم حتی نیست. شاه خودشو معرفی کرد. هرچی گفتن شاه اومده، انگار نه انگار. اونقدر شلوغ بود که شاه هم نمیتونست وارد بشه. شاه فهمید که خیلی از اونا تنبل نیستن، بلکه خودشون رو به تنبلی زدن تا مواجب بگیرن. شاه به کاخ رفت و مطلب رو به شور گذاشت. مشاوره هر کدومشون یه طرحی ارائه دادن تا بتونن این مشکل رو حل کنن و تنبلا رو از غیر تنبلا تشخیص بدن، ولی هیچ کدوم از اون طرح‌ها عملی نبود. بالاخره دلقک به شاه گفت برای تشخیص تنبل‌ها از غیر تنبل‌ها همه تنبل‌ها رو به یک حموم ببرید. منافذ حموم رو ببندید، آتش حموم رو به تدریج تند کنن. تنبل نماها تا به حرارت نمیارن و از حموم بیرون میرن، اما تنبلای حقیقی همشون تو حموم میمونن. شاه این تدبیر رو پسندید و اجراش کرد. تنبل نماها یک به یک